آدمیزاد باید ادعایی که میکنه شرایط اون ادعا رو داشته باشه. بسیارند کسانی که ادعای فضیلت میکنند ولی فقط به ادعا نیست که من بگم آدم باسوادیم، وقتی بلد نیستم در اولین قدم رسوا میشم. وقتی تجربه سیاسی نداری نمیتونی سیاستمدار باشی. وقتی سواد نداری نمیتونی عالم معرفی کنی خودت. من ادعا کنم آدم پاک و نیک سیرتی هستم اما عملا آدم گناه کردن باشم که در عرصه عمل و تجربه آبروم میره که طاووس بودن یه موجودیته. صرفاً با چند تا رنگ در ظاهر نمیتونی طاووس باشی. صرفاً چند تا پر به خودت وصل کنی بگی من پرندم. تو باید بتونی پرواز کنی. خلعت طاووس آید ز آسمان، کی رسی از رنگ و دعوی ها بدان.